یعنی که الله تعالی ما شما رو امر کرده است به نیکی کردن به پدر و مادر. بله. و اگر پدر و مادر شما در نزد شما به بزرگسالی رسند یا یکی آنها رسد، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. به پدر و مادرت اف نگو. اوف کلمه ای که بیزار کرده گفتگی گپ، یعنی خلاصش. لیکن به زبان عربی هم اوف است. من مردمی تاجیکی ما هم اوف میگد. الله تعالی گفت که فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، آنها رو سرزنش نکن، برای که اونها کلانسال شدن، نازک شدن، عصبهاشون خراب شد، مشقت های زیاد در این دنیا پسی سر کردند. بنابراین الله تعالی وقتی که یکی آنها به کلانسالی رسید گفت. خب در ایام جوانیش هم اوف گفتن ممکن نیست. لیکن غالبا وقتی که پدر و مادر به سن کلانسالی 50 45 گذشت، الکی موهاش که سفید شد، عصبهاش خراب میشد، فکرانیهاش به فکرانیش متوقع نمیگیرد. بعد شما اوف نگویید. اوف این از همه پایان ترین اذیت. مثلا در قرآن نیست که الله تعالی گفته باشد که پدر و مادر خود را نزنید گفته باشد. حتی بعضی اهل ظاهر الله تعالی بخشد آنها رو میگفتن که زدن پدر و مادر جایز است، برای اینکه الله من نکرد میگفتن. لیکن آخه الله تعالی این اسلوب قرآن است. معیده ترین گناه را حرام کرد، یعنی اوف نگو گفت. این دلالت می‌کند که از اوف بالاش همش حرام است. و وقتی که همسایه توحید آورد و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، الله تعالی رو یگانه پرستش کنید و به الله تعالی چیزی رو شریک نبیارید، و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر نیکی کنید. حملته امه کرها، مادرش به یک مشقت 9 ماه در شکم برداشته گشت، و وضعته کرها، به یک عذاب تولد کرد. حتی میگن که اگر مادر وقتی دردی تولد بیاید و اگر مالش صدقه کند حق ندارد، میگن چون که وقتی مرگ است. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که بهترین صدقه اون صدقه ای که تو صحت سلامت باشی و پول و مال دوست داری، چشمت گرسنه باشد، از کمبغلی میترسی، در همون وقت خیر کردن این بهترین صدقه است. نه اینکه پیر باشی وقتی مرگت نزدیک شده باشد و بعد نگو که فلان قدر مال به مسجد ها، فلان قدر مال خدمت به دین اسلام، فلان قدر مال به طالب علم، فلان قدر مال به مسجد ها یا برای یتیم ها. گفتم مال هایت را تقسیم نکن. این مال ها از آن فلانی و فلانی ها شده، این از آن میراث خور الکی. وقتی که جان آدم به غرغره اومد یا وقتی مرگش نزدیک شد یا یک بیماری و گرفتار شد که غالبا همون بیماری که وفات میکند، یا در کشتی نشسته است طوفان شد، یا در سمالات نشسته است که هواپیما یعنی به چپه شدن نزدیک شده ایستاده است، در این حالت اگر وصیت کند وصیتش قبول نه. فقط 1% از 3 یک جزء مالش به حق دارد، خلاص 2%ش به حق ندارد، اوناش از این میراث خورا میشد. اما در حالت صحت سلامت بودنش او حق دارد چقدر خواهد خیر و سخاوت کند، چون که حالی وقتی مرگش نیست ظاهرا. در همینجا آوردن زنکی که وقتی دردی تولدش گرفته است و هم گفتن مالش پر وصیت کرده نمیتوند چون که احتمال مردن دارد. الله تعالی میگه که وضعته کرها، مادر فرزند به یک عذاب تولد کرد و چشمش مرده ندید. انشکر لی ولی والدیک، الله تعالی میگه که به من شکر گو و به پدر و مادرت شکر گو. اینو ببینید، همسایه توحید، حق پدر و مادر بعد حق الله تعالی میستد. قرآن کریم است، الله تعالی در قرآن همسایه ذکر کرده است. بنابراین ما وظیفه دار هستیم که اگر چنده که مادر گاها ناحق طرفی دیگه برادرای خواهرای گیردم خوب گوید و مقصد اگر امکانیت باشد هر روزی که طبیعتش خوب است در حالت خوب نشستگیش کمتر فهمونید، لیکن برابرش جدال کردن یعنی که کشاکشی کردن، اذیت دادن، البته این حرام است و واقعا مشقت است. و الله تعالی میگه که ولا تنهرهم، آنها رو سرزنش نکن، جنکر نته. اکن تو امروز پولدار شدی، رئیس شدی، امروز تو میدونی اونا یک چالو کمپیره که
یعنی که دیهاتی ماندن، آنهای تو سرزنش نکن. اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، قنات خاکساری تا پس کن، قنات تا پس کن، کبر نکن به پدر و مادر. یعنی که ای شما چیه میفهمید، شما در خانه خیلی گپای نگوی به پدر و مادر. ما در زندان بودیم، یه سالداتی 18 ساله میدر اومد، همه باید از جا میخیست. اگر 100 بار دارد 100 بار از جا خیسته ایستادن در کار. و همین آیت به خاطرم آمد در زندان. الله تعالی میگه که قناعتت به پدر و مادرت خم کن. اگر پدرتون یک روز به 10 مراتب خانتون دارن، 10 مراتب نمیخیزید. لیکن یک سالدت نیکتا اگر به پیشتون دارد میخیزید، مجبور میشید. همین یا در بعضی جاها یک آدم از همسرتون حقارت میکند، از سبب آنکه قدرت دارد یا یگان چی دارد، گاه صبر میکنید که آزی من اگر اینکه جنجال کنم عاقبتم زندان است یا کشته میشم. اگر مادرتون اذیت دید یا پدرتون سخنی بلند گفت، کمتر صبر کنید، هیچ گپی نداره. کیم که ها اگر به پدر و مادر اذیتش صبر نکنید، به اذیت دیگرها صبر میکنه. روزش میاد که آدم حقارت‌های بیجا میکنه، خار و ذلیل شده گوش میکنه. بنابراین این ثواب است. پدر و مادرتان اگر بالاتان داد زند، حقارت کند، ناحق باشدن، صبر کنید. اجر است، عظیم است، ثواب است. آنها را اذیت ندید. خلاصه همین است برادر عزیز.